بینندگان عزیز سلام. صبح یکشنبه 12 اوگوست به خیر و شادی باد. خبر و نوگانی های تاجیکستان و جهان در این روز استراحت خیلی زیادن. از این رو تصمیم گرفتیم تازه ترین خبرها را به سمع شما برسانیم. نخست شروع میکنیم از خبر مربوط به پیروانی مذهبی سلفیه که در تاجیکستان ممنوع شده است. ریاست گفتگوی جنایی وزارت امور داخلی تاجیکستان 7 پیروی جریان ممنوع سلفیه را از روسیه به زادگاهشان شهر اصفهان برگردانیده است. این ریاست وزارت امور داخله گفت که پیروان رویه ممنوع سلفیه در شهر اوفای روسیه پناه بردند. بختیار بابایف، عبدالرشید غنیجانوف، نورالله سعداللهیف، سبحان‌الدین جلال‌الدینوف، سهراب ستاروف، عبدالسلام غنییف و صادق عبداللهیف روز 8 اوگوست امسال از روسیه به وطن آورده شدند. حالا این ساکنان شهر اصفهان ولایت سوخت در زادگاه خود در آزادی هستند. این بار اول است که پیروان جریان مذهبی در تاجیکستان ممنوع سلفیه عفو شده از خارج به کشور بازگردانیده شدند. وزارت امور داخلی میگوید که این افراد از پیروی به عقیده جریان سلفیه دست کشیدند و بنابر مقررات قانون از جوابگری جنایی آزاد شدند. و خبر دیگری داریم از آذربایجان. الهام علیف پرزیدنت آذربایجان از موقع رهبریت تاجیکستان در مسئله حل نزاعی قره‌باغ کوهی جانبداری و اظهار سپاس کرد. علیف هنگام نتیجه گیری از ملاقاتش با پرزیدنت امامعلی رحمان در شهر باکو گفت در متن اظهارات تاجیکستان گفته می شود که نزاع باید بر اساس خلاصه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و قرار سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دایره تمامیت ارضی و دخالت‌پذیری آذربایجان به تنظیم درآورده شود. منطقه غالباً ارمنی تبار قره‌باغ کوهی در قلمرو آذربایجان جای گرفته در آغاز سالهای 90 شاهدی درگیری‌های خونین بود که بر اثر آن حدودی 30,000 نفر کشته شدند. در پی تأسیس به اصطلاح خط آتش بس از سال 1994 به این طرف در مرز میان قره‌باغ کوهی ارمنستان پیوسته زد و خورد و تیراندازی صورت میگیرد و تا به حال در بحث میان دو همسایه نقطه گذاشته نشده است. تاجیکستان از یک طرف با آذربایجان رشته خوبی دوستی دارد و از طرف دیگر با ارمنستان در هیئت سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است. ضمناً سنه سفری پرزیدنت امامعلی رحمان به ازبکستان همسایه کشور تاجیکستان نیز معلوم شد. رسانه‌های ازبکستان خبر دادند که سنه سفری دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به تاشکند انیق شده است. وبسایت گازeta.uz اطلاع داد که سفر پرزیدنت رحمان روزهای 17 و 18 اوگوست امسال صورت می‌گیرد. تا به حال مقامات وزارت کارهای خارجی ازبکستان در این باره رسما خبر ندادند. مقامات تاجیکستان نیز هنوز سنه دقیقی سفر پرزیدنت را اعلان نکردند، ولی در صورت انجام شدن این سفر این اولین سفر دولتی امامعلی رحمان در 17 سال اخیر به ازبکستان خواهد بود. ماه مارس امسال شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان با سفر دولتی به تاجیکستان آمده بود و یکی از نتیجه های مهم این سفر لغو رژیم ویزا میان دو همسایه کشور بود که روایی هزاران نفر شهروندان را از دو جانب آسان و راحت کرد. و بینندگان عزیز توجه کنید به یک خبر دیگر از ناحیه رودکی. یک زن 34 ساله از این ناحیه با گمان قتل شوهرش بازداشت شد. مقامات امور داخلی روز 11 اوگوست گفتند که این حادثه 2 ماه پیش رخ داده بود. به قبل منابع وزارت کارهای داخلی این زن ماه سپتامبر سال 2016 از خواب بودن شوهرش استفاده کرده چند دفعه با سنگ به سر او زده است. در نتیجه مرد در جای حادثه فوت دیده است. مقامات میگویند هنگام تحقیق حادثه از حجره خواب این زن استخوان‌های جسد شوهرش پیدا شد که حالا مورد تشخیص قرار دارد. و خبر داریم از ولایت سوخت، انقدر از شهر خوجند. بهرام محمدجانوف رئیس رسانده تاجیکستان، یکی از کارخانه‌های عظیم نساجی در شمال کشور، از بازداشت رها شد. او 2 هفته قبل در پی شکایت کارمندان این کارخانه که ماه‌ها باز دستمزدشان را نگرفته بودند و چند شرکت خارجی از سوی دادستانی بازداشت شده بود. شرط رهایی محمدجانوف دوباره فعال کردن کارخانه و بازگرداندن پول شرکت‌های خارجی از جمله شرکت ترکی لاناتکس گید صنایع است. در نمایندگی شرکت لاناتکس به رادیو آزادی گفتند که بهرام محمدجانوف به آنها وعده داده است که مبلغش را در یک ماه آینده در شکل نقد یا با محصولات باز می‌گرداند. شرکت ترکی لاناتکس 7 ماه پیش با شرکت رسانده تاجیکستان شرطنامه بسته خواسته بود بر عوض $58,000 از این کارخانه ریش خرد.
اما شرکت ترکی گفت در این مدت یک تا رشته هم به ترکیه فرستاده نشد و شرطنامه آنها اجرا نشده باقی ماند. خود بهرام محمدجانوف در صحبتی کوتاهی تلفنی به رادیو آزادی گفت از فردا فعالیت رسانه‌ای تاجیکستان از سر گرفته می شود. به قول محمدجانوف فعلا کارهای تکنیکی جریان دارد و بعد آن فعالیت کارخانه دوباره شروع می شود. و در اینجا رسیدیم به پایان برنامه خبری امروز. روزی استراحتتان بخیر و شادی باد.